هیچ وقت تهش جدیدن چند وقتی گلن اصلا برام هیچی دیگه مهم نیست زیاد. ایمان آوردم که این پل هواییه و کارایی داره. به میگن $2. آقا به به بود کافه پیدا کردیم. به به درش گلن 20 سانت کلکرش پایین بود. از زیر 20 سانت رد شدم. حالا خودم نمیدونم چجور عرض من 30 سانت چجور رد شدم نمیدونم. بیا عزیزم نرو، من آمده ام برای تو. ببین چه روز قشنگیه بیبی من. علف نخور، تو با موش بخوری، غذا بخوری، گوشت بخوری. صبح شده باشه دیگه. فرار نکن. I'm friend. من دوست. میاو دوست. گربه ها زیاد شده. چه کش و قوسی بیاد. معلومه گربه گوشادیه. خدا بیا نرو. چقدر گرمه. ساعت 8 رو من قشنگ مطمئنم امسال تابستون بگاهی داره شیراز و قطعا دهن همه کسی که شیراز زندگی میکنن سرویسه، چون امروز 15 فروردینه و انقدر گرمه. پارگی ماجرا اینجاست که نوشته شنبه دما میانگین 27 درجه. وقتی میانگینش امروز که اینقدر گرمه 10 درجه است، میانگین 27 درجهش. سلام، خب خوش آمدیم به پیاده روی روز سوم. صبحم عادتا من باید صبح الان میرفتم پیاده روی، نتونستم کاری کشم و تصمیم گرفتیم پیاده روی به جا باشه و الان دارم 1 ساعت رو میرم و گفتم یه آرایشگاهی هم برم. به آرایشگاه بستیم مالا یه نیم ساعت دیگه برگردیم، 1 ساعت دیگه برگردیم آرایشگاه. حالا ببینیم چی میشه. آقا خلاصه ما آرایشگاه هم رفتیم، هنوز بستمش موها رو، ولی هنوز قابلیت کامل بستن نداره. یه کمی دور و برش میریزه، پشتش نشده. من یه مادام مدیه هنوز جا داریم. هی بیمه. آقا سلام. یه 2-3 روز مریض بودم، بدن درد داشتم شدید، تو جا نتونستم پیاده روی کنم، ولی خب یه 2 روزش البته پیاده روی کردم ولی ویدیو نتونستم بگیرم به خاطر که یکم چی بود. امروز نفسم گرفت. امروز که چی دیشب سر کوچه من کلادم باری زیبا عزیز نونو میفته. بذار وارونه جون به عزیزه ناز نفس هیچی حس میکنم الان من واقعا دارم عرق میریزم. با ببرمش سمت چی؟ سمت تعمیرگاه. کلا کاش خودم عوضش میکردم، کاری نداره ولی نه، حالا به خودمون اطمینان بیش از حد نمی کنیم، شهر میشه بعدی. آخه کسی هیچ. خلاصه که وضع خیابونی حس میکنم من نیم ساعت با ای برم حکم 2 ساعت پیاده روی معمولی منه در سایه رو گوگلی موگلی. خب آقا دیروز روز 4 بود که ویدیو رو گرفتم، پیاده روی داشتم، موتور رو بردم تا دم تعمیرگاه، پاره شدم، یعنی عرق میریختم از کل روزی که پیاده روی کردم. بیشتر انرژی از کالری سوزوندم. به جون بلایت ماشی بهتون بود. سمت ارم بودیم، گفتیم من تو ارم رچیم
صدای باند رو تو ارم بردیم بالا. آهنگ تریاک گذاشته بودیم وای اصلا اون لحظه آدرنالین خالص بود و ما آروم داشتیم میرفتیم و باندم بالا جوری بود که تو خیابون پیاده رو همه نگاه میکرد. یه لحظه دیدیم یه موتور پلیس پیچید جلومون بعد چیش تو چیش بدی شدیم، نگاه پلاک کرد، یه لحظه رفت سمت راست و ما رفت قشنگ چیشمون با چیش پلیس حرکت میکرد، رفت سمت راست دیدیم سویچ چیزی یه موتور کشید، دقیقا موتور رو مماسمون وایساده بود ندیدیم. خب اینم از روز ششم پیاده روی مونه و امروز یه استثنایی داره که صبح خیلی زوده و مامانم هم اومده و قرار بریم توی پارک، یه پارک دور. چرا و به چه علت نمیدونم ولی خب صداش داره. آقا من میگم مامان من بی دلیل جایی نمیاد، خودش گفت بریم فلان پارک، نگو نماز روز میگن عید فطره. حالا ما استفاده میکنیم ما استفاده میکنیم از وسایل پارک. امروز روز نهم و خوش آمدیم به روز نهم از پیاده رویمون. چند روز بود ویدیو نگرفتم، تکراری بود مسیر و اینا، دیگه حوصله نداشتم، مسیر رو میذاشتم حالا پیاده روی میکردم به نحوی. حالا امروز هم باز یه مسیر دیگه اومدیم، حالا بلوار نسیم ولی حالا فردا بود حس غرور داره که مثلا تو مدرسه نمیری ولی اونا باید برن به دهنشون آره معلم بگه بیا امتحان بده به دهنت، اوه بطر دانشگاه دارم میرم. بله امروز کلاس زبان دارم تو دانشگاه، کفتانه افتادی دنبال بچه. آقا من یه کار باحالی که میکنم اینه این ور نگاه هر از گاهی کار میشم برای که مثلا پول بنزین در بیاد یا پول روغن موتوره در بیاد یه اسنپ میزنم. بعد دیروز سر سرگ اسنپ گفتم بزنم، همین نزدیک بود به سمت بلوار امیرکبیر، مسیر خوبی کلا اسنپ خوبی نبود. داشتم یواش میرفتم یه تاکسی پیچید جلو و کلی حالا خوبه باز طرف فهمید اشتباه خودش بود عذرخواهی کرد اینا. رسیدم حالا بچه شیراز میدونن رو پل قدیر بنزین تموم کردم، موتور خاموش شد. اصلا باورم نمیشه، فکر کردم داره، حداقل فکر کردم 2 لیتر داره ولی خالی هیچ. زدیم رو زاپاس تا یه جایی کشوندیم بنزین زدیم. هیچی دیگه گاز نمیخورد، یعنی کلا درست شد، همه چی درست شد، زد دقیقا تو همون سفر. آره و بله ما هنوز زنده ایم بعد اون سفر. چی بگم عزیز، جدیدن دارم با کائنات مقابله میکنم. یه کاری هست مثلا دوست ندارم انجام بشه به همه میگم نمیشه. یعنی به عبارتی چجور بگم، دارم یا سر خودم کلاه بذارم یا سر کائنات کلاه بذارم. خیلی بده. ترفندای استاد جیسان رو یاد بگیریم و استفاده کنیم. چیزایی رو که دوست ندارم نمیگم، واقعا میگم چیزایی رو که دوست دارم انجام بشه نمیگم به کسی و خوب در میاد، و چیزایی که دوست ندارم و به یهو میگم و کائنات، سر کائنات و کلاه گذاشتم. این منم.